این خانومه رو میبینید داخل ایستگاه اتوبوس وایساده؟ بهم گفت آبدارچی یه شرکت مای 5 میلیون تومان بهم میده براشون غذا درست میکنم. بهش گفتم موقعی که داری آشپزی میکنی با گوشی موبایلت فیلم بگیر و مثل همین خانم بذار داخل یوتیوب، ماهیانه 200 میلیون تومان از یوتیوب میتونی پول بگیری. برگشت بهم گفت چجوری این کارو انجام بدم؟ بازدید همین ویدیو رو نگاه کن، 175,000 نفر این ویدیو رو دیدن که با دلار 100,000 تومان امروز بابت همین یه دونه ویدیو 87 میلیون تومان پول گرفته. اگه هیچی از یوتیوب نمیدونی یه دونه یک رو بر من کامنت کن، تو دایرکت دوره رایگان آموزشی رو برات میفرستم. اگر نمیدونی چطور ویدیو بگیری با گوشی موبایلت و بارگذاری کنی داخل یوتیوب، یه دونه عدد 2 رو برام کامنت کن. اگر نمیدونی چطور کانال بزنی داخل یوتیوب، خودم نوکرتم بهت آموزش میدم. عدد 4 رو بر من کامنت کن، تو دایرکت نحوه کانال زدن رو بهت یاد میدم. اگر نمیدونی چطور پولتو از یوتیوب بگیری با همین ویدیوهایی که بارگذاری میکنی داخل یوتیوب، اونم داخل ایران بدون حساب خارجی، عدد 5 رو برام کامنت کن تا تو دایرکت آموزش رو بهت یاد بدم. اگر میخوای دوره جامع یوتیوب رو که کاملا هم رایگان هستش همین الان برات بفرستم، عدد 6 رو بر من کامنت کن، تو دایرکت 0% آموزش یوتیوب رو برات میفرستم. فقط حتما بعد پیج منو فالو داشته باشی تا بتونم بیام تو دایرکت و آموزش رایگان رو برات بفرستم. امسال میخوایم با هم دیگه بهتر کنیم.